به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و اذا مرضت فهو یشفین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت. اگرچند این آیت برای احتضار وقتی احوال شخصانی که از ایمان دورند الله سبحانه و تعالی بیان نموده است، ولی دلالت بر کامل تمام بشریت می کند. وقتی انسان در حالت احتضار است، پرده برداشته می شود و چیزهایی را می بیند که با چشم بشری ما و شما آن دیده نمی شود. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که شخصی مؤمنی کیس و دانا همیشه عمل میکند به خاطر آخرتش. الحمدلله تا امروز همه آنچه کردیم به خاطر رضای خالقمان و به خاطر سربلندی این ملت و مردم جفا کشیده تاجیک بود و نتایج ملموس آن را الحمدلله که در حالت بیماری و در حالت سلامتی امان دیدیم. خدا را شکر میگوییم که در هیچ حالت دور از یاد و نام خالقمان و برای وطن و ملتمان آنچه انجام دادیم و آنچه در نظر داریم که انجام میدهیم ان شاء الله با آن صادق خواهیم ماند. انسانیت واقعا هم یک چیزی است که یک مخلوقی اشرف مخلوقات الله سبحانه و تعالی است که دارای تمام حالت هاست، دارای حالت شادمانی و دارای حالت های ناخوش و دارای ابتلا و آزمایش هاست. الحمدلله همه آن آزمایش هایی که بر بالای ما می آید آن را از جانب خالقمان می دانیم و حیات و مرگ را نیز از جانب الله می دانیم و به آن یقینا ایمان داریم. آنچه که در این چند روز بالای ما بود الحمدلله بیماری از جانب الله است و شفا نیز از جانب الله است. امروز وقتی پسرم تلفنی که همیشه می نویسند آورد، واقعا پیام های زیادی از مردم را دیدم و صدای نجده و با اشک یک مادر فرخاری را که خیلی مرا نتوانست آرام گذارد که می گفت بچم از یاد بخیست، کارهای ناتمام داری که باید آن را انجام دهی. باور کنید نمیدانستم خود را چگونه احساس کنم که چنانه که یک خلیفه که بارها من این را گفتم نجده طلب کرد و محمد یا و معتصما گفت و اون خلیفه به خاطر کمک و نجات اون سپاهش را آماده کرد و الحمدلله که خداوند مرا بار دیگر امیدوارم که برای مبارزه و ادامه آن برگردان تا اینکه آنچه ناکامل و تکمیل نکرده بودیم آن را تکمیل نماییم و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی در این راه مقدس و در این راهی که به خاطر رضای خود و رضای خلقش ما را انتخاب نموده است تا آخر راسخ ثابت قدم و استوار ان شاء الله تا پیروزی کامل بر علیه این ظالم چون رحمانوف خواهیم استقامت نمود و از همراهی یکایک شما شادم و واقعا هم شما برای من خیلی بزرگوار تمام ملت عزیزم. از همه آن افرادی که از احوال من میپرسیدند و بسیاری از ایشان طلب می نمودند که صدای خود را برآورید و خیلی میخواستم صحبت کنم اما واقعا هم امکان و حالتی و مدار صحبت کردن نداشتم. و انشاءالله برادرانی که در تیم اصلاح هستند کارهای خود را امروز چون چند ساعت صحبت داشتم ادامه داده ایستادند و نوارهایی که تا وقت هنگام بیماریم آماده نمودم انشاءالله نشر میکنم و آنچه که آماده شد تقدیم شما میگردد و انشاءالله روزهای نزدیک با آن حالت اولی برخواهیم گشت و تمام آن عملهای جنایتی جنایت پیشگانی چون مقامات
انجام دادند آنها را حتما تقدیم ملت می نماییم. و وقتی که تلفن رو به دستم دادن، استاد عبدالقادر رستم را دیدیم که بازداشت نمودند. واقعا اینها از هیچ چیزی یعنی دست بردار نیستند و تا وقت این ملت اگر خاموش باشد اینها هرگز از ما و شما دست نمی بردارند. امیدوارم که تمام افراد آگاه این ملت از عمل کرد این مقامات نامرد و پلید و کثیف آگاهی بیشتری دارند. خدا کند که توانیم کارهای را انجام دهیم و برای رسیدن به اهداف نیک و خوبمان ان شاء الله ما و شما خواهیم رسید. و امید پیروزی و ملاقات های جدید و برنامه های نوین ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.